سلام. سلام عرض کردم جناب میرخلف عزیز. خب صدا و تصویر من رو داری؟ من صدا و تصویر شما رو دارم. امیدوارم مخاطبامون صدا و تصویر شما و من رو هم دارن. بسیار. خیلی خوش آمدید جناب میرخلف. همونطوری که قول داده بودیم به مخاطبان هفته، امروز در خدمت جناب میرخلف هستیم که در رابطه با وضعیت ملک و تغییرات جمعیتی که توی اونتاریو بوده و تأثیری که گذاشته روی وضعیت اجاره منزل و خرید خانه صحبت بکنیم. من میخواستم اجازه بگیرم از شما جناب میرخلف یه اشاره‌ای داشته باشم به آمار سرسام آوری که اخیراً توی یک سخنرانیشون آقای داکفورد مطرح کردن توی مجلس استانیمون. ایشون میگم واقعاً این کلمه سرسام آوری که استفاده میکنم خیلی آگاهانه هستش. فقط در سال گذشته طبق گفته ایشون 500,000 نفر به جمعیت استان یعنی اونتاریو اضافه شده. 500,000 نفر یعنی تقریبا 200-250,000 خانه‌ای که لازم هست تا به این جمعیت اسکان بده. درست میگم؟ یه همچین ریشیویی وجود داره دیگه. فقط استان اونتاریو یعنی بله استان اونتاریو که طبیعتاً بخش بزرگی از این میاد توی تورنتو، شهری که ما ساکن هستیم و خب فشارش هم داریم میبینیم، ولی به همین رقم محدود نمیشه. اشاره میکنه ایشون که در طول یک چند سال گذشته 1.5 میلیون مهاجر جدید وارد کانادا شده. از اونها خب 600,000 تاشون به جاهای بغیر از اونتاریو رفتن، ولی پیشگویی ایشون اینه که دوباره این 600,000 نفر هم بخش بزرگیشون به تورنتو برمیگردن، به اینجا میان و میرسن. ایستگاه نهاییشون خواهد بود. و باز هم جلوتر میره و میگه که در 10 سال آینده چیزی حدود 5 میلیون نفر به جمعیت این استان اضافه میشه و 5 میلیون نفر تشبیه میکنه و مقایسه ارائه میده که تقریبا انگار که 2 تا شهر تورنتو ما به این استان اضافه کنیم، یک همچین جمعیتی. و این رقم ها واقعا سرسام آور هستن با توجه به وضعیتی که همین الان جامعه باهاش روبرو هست، به خصوص توی کلان شهر تورنتو. مشکلی که برای اجاره خانه است، قیمت‌های سرسام آور خانه داره افزایش پیدا میکنه. همینطور اینها طبیعتاً میگم اینها موضوعی که هستن که میخوایم با شما صحبت کنیم دربارش. قبل از اینکه به اولین سوالم بپردازم، میخواستم با مخاطبای عزیزمون یک معرفی کوچیکی درباره شما جناب میرخلف بدم که تقریبا 6 ساله در تورنتو ساکن هستند ایشون آقای میرخلف و این 6 سال رو عملاً به کارشون، شغلشون مشاوره املاک بوده، تخصصشون هست و قبل از اون چندین سال در مونتریال زندگی کردن که در این افتخار رو داشتم اونجا هم در مونتریال در خدمتشون باشم و توی همین حوزه کاری خودشون جناب میرخلف یک مجموعه ای رو راه اندازی کردن به نام میر تیم که کارش خدمات دادن به عزیزانیه که اینجا توی این استان به دنبال تهیه خونه برای اجاره هستن و خدماتی که حول و حوش این کار هست. خیلی جالب بود برای من آشنایی مجددی که با کار شما داشتم در اینجا وقتی مراجعه کردم به صفحه تلگرامی صفحه اینستاگرام شما تورنتو فیوچر هوم. ویدیوهای آموزشی که دارید واقعا برای من خودم خیلی آموزنده بود و یاد میگیرم ازشون. این یک معرفی کوتاه از یک کارنامه خیلی پری هستش که جناب میرخلف دارن و طبیعتا نمیتونیم درباره همش صحبت بکنیم. من برمیگردم به سوالام، سعی میکنم سوالام رو با سوالا شروع کنیم که وقت زیادی از مخاطبمون نگیریم. با توجه به این آمار و ارقامی که نخست وزیر استان آقای داکفورد ارائه میده،
چیکار کنم؟ من الان میخوام دنبال خونه بگردم. یعنی واقعا اینو به عنوان فقط سوال عمومی نمیگم، واقعا الان میخوام جامو عوض کنم، اصلا جامو عوض بکنم من تو این شرایط که میخوام برم توی آپارتمان بزرگتر با توجه به شرایطی که هستش. نظر شما چیه؟ خیلی ممنون از دعوتتون، سعادتی که در خدمت شما باشم در واقع و دوستان عزیز. بحث در واقع اجاره همونطوری که فرمودید یک داستان در واقع خیلی داغی شده در شهر تورنتو به طور خاص، در بخش‌های شهرهای بزرگی کانادا همیشه بوده، ولی خصوصا در یکی دو سال گذشته خیلی در واقع پیدا کردن یک واحد اجاره‌ای مخصوصا در سالی که الان هستیم سخت‌تر شده. به طور خلاصه در واقع ما دو تا در واقع فاکتور داریم، عرضه و تقاضا. از یک طرف تقاضا به شدت افزایش پیدا کرده، همونطور که فرمودید علاوه بر افرادی که مستقیم به تورنتو بزرگ استان اونتاریو میان، تعداد زیادی سرریز از استان‌های دیگه است. یعنی افرادی که لند میکنن به عنوان مثال در نووا اسکوشیا یا کلگری، خیلی از اینا در ماه‌های اول حتی بعد از یک ماه دو ماه میان به تورنتو بزرگ به خاطر اینکه شرایط کاری و در واقع درآمدی بهتر است. حالا اینا رو داشته باشیم، افرادی که از داخل کانادا سالهای سال در کانادا زندگی کردن از اون شهرها هم به این جمعیت اضافه میشن. این یک کفه ترازو هست. از اون طرف ما در بخش عرضه با دو تا فاکتور مهم طرف هستیم. یکی هزینه‌های ساخت هست، چه در بخش مواد اولیه و مساله ساختمان و چه در بخش نیروی کار و تولید در واقع ساختمان. تو هر دو بخش هزینه‌ها بالا رفته، خصوصا بعد از کووید. و چیز دیگه ای که این روزا خیلی صحبتش میشه و در واقع واقعیتی هست، مقررات دست و پاگیر برای ساخت است. یعنی علیرغم اینکه دولت استانی و دولت فدرال تاکید داره که در واقع بخش ساختمون داره باید تعداد زیادی ساختمون ساخته بشه، ولی مقررات و در واقع روند ساخت یک در واقع پروژه که به تعداد زیادی ادارات دولتی در واقع لازم است که سازنده‌ها مراجعه بکنن، شاید 15 سال 20 سال پیش داره انجام میشه و این خودش تأخیر در ساخت باعث میشه که این شکاف بین عرضه و تقاضا بیشتر بشه و هزینه هایی که شهرداری ها و در واقع سازمان های مختلف از سازنده‌ها میگیرن این هم در چند سال گذشته به شدت بالا رفته. پس میبینیم که در واقع در دو طرف کفه عرضه و تقاضا ما با کمبود مواجه هستیم. خدمت فرض شد، بله خیلی مشکله. الان پیدا کردن واحد اجاره‌ای سخت است به خاطر اینکه مخصوصا در تابستانی که ما درش قرار داریم تعداد زیادی مهاجر اومدن. خیلی از دانشگاه‌ها در واقع درسایی که به صورت آنلاین بود رو در واقع کامل گفتن که دانشجو باید در کلاس حضور داشته باشن و همه اینا باعث شده که در واقع خیلی رقابتی بشه پیدا کردن یک واحد اجاره‌ای. برای اینکه باید یه ایده‌ای داشته باشن دوستان، چون ممکنه که الان دنبال اجاره نبودن یا خبر نداشته باشن یا در شهر دیگه‌ای باشن، یک آپارتمان یک خوابه در تورنتو، یک جای در واقع معمولی به عنوان مثال نورث یورک، الان شده $2500 فقط یک آپارتمان یک خوابه. آپارتمان دو خوابه حدود $3000 هستش و رشدی که در واقع اجاره بها امسال در واقع 4 ماه، چون 4 ماه به 4 ماه به قول معروف به صورت کوارتری مقایسه میشه، 4 ماه امسال نسبت به 4 ماه گذشته 11.6% افزایش پیدا کرده. نسبت به سال قبلش حدود 20% افزایش پیدا کرده. افزایش اجاره بها به حدود در واقع به مبلغ 20% خیلی رقم بالایی است. خب حالا سوالی که فرمودین چطور میشه در واقع واحدها رو پیدا کرد؟ اولین چیزی که مهمه این هستش که ما بدونیم که در واقع در کدوم منطقه میخوایم خونه‌ای که میخوایم رو پیدا بکنیم. لوکیشن فوق العاده مهمه. و دوم نوع خونه‌ای که میخوایم در واقع اجاره بکنیم با توجه به دو تا فاکتور. یکی این که در واقع بودجه‌مون چقدره و سبک زندگیمون چی هست.
به عنوان مثال فردی که در واقع خیلی حوصله چمن زدن یا عرفارو کردن در زمستون نداره و زیاد سفر میکنه، شاید یک خونه ویلایی حتی اگر بودجه‌اش هم داشته باشه مناسبش نباشه و یک آپارتمان بهتره اجاره بکنه. از طرف یک خانواده که تعداد بچه‌ها زیاده، آپارتمان براشون کوچیکه، فضای سبز بیشتری میخوان، خب مسلماً خونه انتخاب مهمیه، انتخاب خوبیه براشون. در نتیجه این نوع در واقع واحدی که میخواد اجاره بشه خیلی مهمه که ما از اول بدونیم چی میخوایم. و لوکیشن هم به 2 تا فاکتور بستگی داره. یکی این که شغل ما در واقع به کجا نزدیکه و کجا بیشتر رفت آمد میکنیم، و دوم این که دوستان، آشنایان، اقوام، کسایی که باشون در واقع به صورت هفتگی 1 بار 2 بار یا 3 بار باید ببینیمشون، از اونا خیلی دور نشیم. اینا چیزایی که خیلی کمک میکنه که سریعتر ما به نتیجه برسیم و انتخاب یک ریال استیت ایجنت خوب که بتونه در واقع به دوستان کمک کنه خیلی در واقع در وقت و انرژیشون صرفه‌جویی میشه. ببخشید من 2 تا نکته توی صحبتتون میام. یکی این که فکر میکنم یه عامل دیگه هم آیا به خصوص برای زوجهایی که یا خانواده‌هایی که فرزند کوچیک دارن، احتمالاً مدرسه، نزدیک بودن یه مدرسه خوبم یه فاکتور میشه. چون من دقت کردم دوستان این رو خیلی بهش دقت توجه میکنن کسی که دنبال منزل میگردن. و گفتیم که ریال استیت مشاور املاک خوب یعنی چی خوب؟ ملاکتون چیه برای اینکه یه مشاور املاک خوبه؟ چون مثلا دوست من هستش آیا خوبه، یا اینکه ملاک‌های واقعا غیر سوبژکتیو هم داریم اینجا، ابجکتیو هم داریم؟ در درجه اول فردی باشه که دانش و تجربه کافی داشته باشه، چون علیرغم اینکه اجاره یه چیز خیلی ساده‌ای به نظر میرسه ولی خیلی در واقع نکات ریزی داره که یک ریال استیت ایجنت که با تجربه مثلا این نکات ریز رو میشه 1-2 موردشو بگین؟ یکی اینکه منطقه رو خیلی خوب بشناسه، یکی اون نوع ساختمونی که هست رو بشناسه و بتونه در واقع خدمت عرض شود توضیحات لازم رو بده، مزایا و معایبی که یه ساختمون ممکنه داشته باشه رو بتونه توضیح بده و آشنایی داشته باشه، و خدمتتون عرض شود که از آشنایی کامل با موادی که در واقع در قرارداد اجاره باید گنجونده بشه داشته باشه که در واقع حق مشتری، حق در واقع مستاجر به بهترین شکل ممکن پروتکت بشه و ازش محافظت بشه. چون ببینید یه داستانی هست، وقتی ما یه جایی رو میخریم یا میفروشیم، خریدار و فروشنده هم دیگر رو نمیبینن و بعد از اینکه در واقع قرارداد کلوزینگ شد دیگه این ارتباط قطع میشه. ولی اجاره این داستان تازه شروع میشه بعد از اینکه قرارداد امضا شد و کلوزینگ انجام شد و مستاجر به خونه جدید رفت، تازه این ارتباط شروع میشه و شکل میگیره. و یه نکته این که دوستان باید بدونن اینه که برای ریال استیت ایجنت کارهای در واقع انجام کار اجاره خیلی از لحاظ کار در واقع وقتی و اداری و درآمدی به مراتب از خرید و فروش کمتر است، ولی وظیفه ما در واقع به عنوان یک بخش خدماتی این است که بهترین سرویس رو ارائه بدیم به مشتریامون و بخش اجاره هم در واقع ما کار میکنیم. و بله به نظر من تجربه و خدمت عرض شود آشنایی با منطقه خیلی کمک میکنه. یک سوال دیگه که خیلی به نظرم مهم هستش، مدارکیه که موقع اجاره کردن یک منزل از ما درخواست میشه. تا اولا که چه مدارکی هستن، دوم اینکه چه چیزی یه خط قرمزی هم هست. مثلا از من سوشال اینشورنس نامبر خواستن، من گفتم سوشال اینشورنس نامبر نمیدم. از من اینو مثلا یه جای حد به طور حد می‌خواستن، من گفتم اصلا قید اون خونه رو زدم، گفتم من سوشال اینشورنس نامبر نمیدم به شما. میخوام بگم چه چیزایی بایده و چه چیزایی معقول هستش، چه مدارکی، چه اطلاعاتی. در زمانی که ما برای اجاره یک خونه تقاضا می‌کنیم، صاحب خونه در واقع 2 نوع مدرک رو از ما میخواد. در واقع میخواد مطمئن بشه در درجه اول از لحاظ درآمدی
مستاجر بتونه در واقع اجاره ماهانش رو پرداخت بکنه. این مسئله مهمی هست و برای این کار 2 مدرک اصلی معمولا میخوان. یکی نامه کاری هست یا employment letter و یا letter of employment و دوم pay استاپ یا فیش حقوقی. این 2 مدرک نشون میده که در واقع فرد از لحاظ درآمدی یک درآمدی به صورت یک کش فلوی در واقع به صورت ماهانه داره و میتونه پس هزینه‌های اجاره و یوتیلیتی که الان کم هم نیست بر بیاد. بخش دوم از مدارک اعتباریه. یعنی چی؟ یعنی اینکه این فرد از لحاظ مالی آیا میشه روش حساب کرد یا نه، که در واقع کردیت هیستوری و کردیت ریپورت در واقع اینجا پای این 2 فاکتور وارد میشه. برای دوستانی که در کانادا زندگی نکردن و تازه واردن، این بخش دوم تازگی داره و براشون عجیبه که خب چه تأثیری کردیت ریپورت داره. خب ما که نداریم و خب دوستان میدونن که حدود 7 ماه تا 1 سال طول میکشه که کردیت یک فرد تازه وارد در کانادا ساخته بشه و مشکلی که در مورد مسکن فرمودیم برای تازه واردان خب به مراتب بیشتر هم هست که حالا جلوتر بهش میرسیم. ولی اینجا باید توجه داشته باشیم که کردیت خوب یکی از در واقع ابزارهایی هست که شما سریعتر میتونید به یک خونه‌ای که در واقع میبینید برسید. حالا سوالی که پیش میاد چه چیزی در کردیت ریپورت هست؟ خیلی از دوستان میگن که خب اطلاعات خصوصی ما شاید اینجا باشه. همونطور که فرمودید دادن اطلاعات بانکی و دادن سوشیال نامبر خط قرمز به نظر من یک اطلاعات کاملا شخصی است. ولی کردیت ریپورت چیزی که نشون میده لایبیلیتی و تعهدات مالی فرد رو نشون میده. به عنوان مثال در واقع چقدر بدهی دارن، چقدر وام گرفتن، اگر قبلا خونه ای رو خریدن مورگیج اون خونه آیا چیزش مونده یا نه، چند تا کردیت کارت دارن. ولی جزئیات حساب که شما از کجا خرید کردید، چقدر در واقع هزینه کردید، چه مبلغی به حسابتون اومده، اینا در کردیت ریپورت نمیاد و با یک در واقع رقمی سنجیده میشه که ما بهش میگیم کردیت سکور. حالا توی جلسه مفصل میتونیم راجع به اینکه چه کارهایی میشه کرد که کردیت رو بالا برد و جزئیاتش صحبت کنیم. ولی کردیت دوستان فاکتور مهمیه. این حدود شاید مثلا من یادمه 7-8 سال پیش خیلی در واقع صاحبخونه ها روش تاکید نمی‌کردن، ولی در سالهای اخیر علل خصوص بعد از دوران کووید یکی از فاکتورهایی که در واقع لندلوردها میخوان و بر اساس اون تصمیم گیری میکنن. پس در جواب سوال شما به طور خلاصه درآمد و در واقع سابقه کردیتی یا اعتباری فرد مهم هستش. خیلی اوقات به هر حال آدم خونه رو پیدا میکنه، اجاره میکنه، ولی به مشکل برمیخوره با صاحب ملک و صاحب خانه. اونجا چجوری با این مشکلات برخورد میشه؟ چه مسیری رو شما درست میدونین که آدم اونجا توش گام برداره برای اینکه مشکل رو حلش کنه با کم هزینه ترین به کم هزینه شکلی؟ درست. هر مشکلی که بین در واقع صاحب خونه و در واقع مالک و مستاجر در استان اونتاریو در واقع بهش برخورد میکنن دوستان، اولین جایی که باید مراجعه بکنن Landlord and Tenant Board هستش و که در واقع به نوع یک دادگاه یا هیئت حل اختلاف، یک سازمان حل اختلاف هست که در واقع به صورت تخصصی کار در واقع اختلافات مالک و مستاجر رو بررسی میکنه و وبسایت فوق‌العاده خوبی داره. به دوستان پیشنهاد میکنم، اطلاعات فوق‌العاده مهمی درش هست. اگر دنبال فرمی میگردن که باید به صاحبخونه‌شون بدن یا صاحبخونه‌ها باید به مستاجر بدن، اونجا به صورت خیلی کامل توضیح داده شده و اگر دوستان بخوان به صورت تلفنی هم بپرسن خیلی در واقع سرویس خوبی داره و میتونن کامل تماس بگیرن و اطلاعات لازم رو بگیرن. و این نکته بگم که قانونی که در واقع قوانین مالک و مستاجر رو در استان اونتاریو در بخش مسکونی پوشش میده Residential Tenancies Act هستش یا قوانین در واقع مالک و مستاجر مسکونی که خیلی در واقع مهمه و در سراسر اون وبسایت که تشریف ببرن
میتونن موردی که به مشکلشون مربوط میشه رو پیدا بکنن. یک بار دیگه اسم این اداره یا ارگانیزیشنی که این روابط مالک و مستاجر رو تنظیم و نظارت میکنه بهش میگید لطفاً؟ Landlord and Tenant Board. Landlord and یا به صورت خلاصه میگن LTB. Landlord and Tenant Board. و به قول معروف خیلی در واقع کمک میکنن به کسایی که در واقع سوال دارن برای البته حالا موضوعی که جدی تر شد میتونیم حالا یه جلسه بذاریم راجع به اون. باید دوستان به پارالیگال مراجعه بکنن در استان اونتاریو که به صورت تخصصی مثل وکیل هست، ولی خب به صورت تخصصی کارهای شکایات مربوط به مالک و مستاجر رو دنبال میکنن. درسته. وقتی که قرارداد تموم میشه برای اگر من بخوام توی اون واحد بمونم چه کار باید بکنم؟ اگر نخوام بمونم چه کار باید بکنم؟ سوال بسیار خوبی فرمودین. خیلی از دوستان مثلا اونایی که از استانهای دیگه در کانادا به ایران به تورنتو میان، به اون استان اونتاریو میان، یا دوستانی که از ایران به تورنتو میان، براشون جالبه که یعنی اینو نمیدونن بعد از اینکه 1 سال قرارداد ما در واقع ترمش پایان یافت به صورت اتوماتیک وار این قرارداد تمدید میشه. یعنی شما لازم نیستش که قرارداد جدیدی بنویسید و لازم نیست در واقع نوتیسی رو به صاحبخونه بدید. و خوبی داستان اینه که بعد از اینکه 1 سال تموم شد اجاره شما به صورت ماه به ماه میشه. بر فرض مثال اگر ما یه خونه رو از اول سپتامبر امسال اجاره بکنیم تا آخر آگوست سال بعد، در واقع شما در بعد از سپتامبر، اکتبر، نوامبر تون منزل میتونید سکونت داشته باشید بدون اینکه هیچ قرارداد جدیدی در واقع امضا بکنید. و هر زمان به هر دلیلی مستاجر بخواد از خونه بلند بشه باید 60 روز زودتر، 2 ماه زودتر به در واقع صاحبخونه نوتیس بده. و دوستان توجه داشته باشید که نوتیس فقط یک نامه یا یک ایمیل نیست، باید فرم مربوطه در وبسایت لندلورد تننت بورد مراجعه بکنید یا از در واقع ریل استیت ایجنتتون بخواید که در واقع بهتون فرم رو حداقل بده و اون رو به صاحبخونه بدید. با دادن 2 ماه شما میتونید از اون ملک خارج بشید و جای دیگه برید. یک سوال آخر من میخواستم ازتون بپرسم و اون معمولا اینجوری هستش که به هر حال قیمت اجاره ها سال به سال افزایش پیدا میکنه. آیا فرض کنیم برای من یه نوتیس میاد که اجاره شما از دوره جدید یا پایان دوره جاری $X افزایش پیدا کرده، آیا من مثلا امکانو دارم بگم نه من نمیخوام این اجاره رو بدم، این افزایش رو بدم، یا اینکه نگوشییت کنم، مذاکره کنم، بگم من انقدر نمیدم اینقدر میدم؟ این چه جوری هستش؟ چطور عمل میکنه؟ خوبی کردید. ببینید در استان اونتاریو خدمت عرض شود دوباره از اون قوانینی هستش که خیلی جالبه. برای افزایش اجاره یا رنت اینکریز صاحبخونه میتونه در سال فقط 1 بار این اجاره رو افزایش بده و اون مبلغی که افزایش پیدا میکنه اجاره طبق یک گایدلاینی که توسط دولت استان اونتاریو سالانه اعلام میشه در واقع باید طبق اون مبلغ نهایتاً باشه. به عنوان مثال در سالی که الان درش قرار داریم 2.5% هستش، یعنی نهایتاً یک صاحبخونه میتونه 2.5% مبلغ اجاره رو بالا ببره. بر فرض مثلا اگر اجاره خونه $2,000 هست، الان مثلا بگیم ساده تر $1,000 هست که الان وجود نداره، نهایتا میتونه اجاره بشه $1,025، یعنی تنها $25 اضافه میشه. این گایدلاین هم بر اساس فاکتورهای مختلفی که اصلی ترینشون تورم هست یه ایندکسی داره، دولت اونتاریو اعلام میکنه. ولی دوستان یه نکته هست که خب خیلی ها نمیدونن و اخیراً در واقع اضافه شده، ساختمان‌هایی که جدید هستن. منظور از جدید اونایی که در واقع ماه نوامبر 2018 به بعد ساخته شدن، اگر احیانا دوستان بخوان
در واقع توش بمونن برای سال بعد، لندلورد این اجازه رو داره که اجاره رو به هر مبلغی که میخواد بالا ببره. پس اگر ساختمان جدیدی رو اجاره میکنید به این نکته توجه داشته باشید. و البته قبل از 2018 فقط اون مبلغ در واقع، حالا سالهای مختلف، یه سالی ممکنه 1.5% باشه، یه سال 2% باشه، ولی امسال چون تورم بالا بود دیگه خیلی بالا رفته بود، شده بود 2.5%. ولی بیشتر از این در حالت عادی لندلورد نمیتونه اضافه کنه. حالا موارد استثنایی هست که میتونه اضافه کنه که وارد جزئیات نمیشیم، ولی در حالت عادی نمیتونن در واقع صاحبخونه‌ها مبلغ اجاره رو بیشتر از اون مبلغی که دولت اعلام میکنه اضافه بکنه. جناب میرخلف، من سوالات دیگری هم دارم. من و حدس میزنم مخاطبامون هم سوالهایی داشته باشن، ولی واقعیت اینه که ما از زمانمون خیلی رد شدیم. برای اینکه بتونیم این نشست‌ها رو، این گفتگوها رو مرتب‌تر داشته باشیم، من با اجازهتون سعی میکنم بحث رو جمع کنم برای امروز. ولی قولی که به مخاطب‌ها میدیم اینه که از ماه آینده سعی میکنیم همین حول و حوش بین 20 تا 25 هر ماه یک گفتگویی با شما داشته باشیم و اگر سوالاتی که توی طول ماه جمع میشه و دوستان میپرسن در رابطه با مسکن، حالا چه اجاره چه خرید چه سوالات جانبیش مثل وام مسکن و اینا، البته تا اونجایی که توی حوزه مسئولیت شما میگنجه بهش بپردازیم اینجا و در خدمتتون باشیم. خیلی سپاسگزارم از وقتی که گذاشتین. ممنونم از مخاطبای عزیز که با ما بودن و طبیعتا این ویدیو رو حالا ما یا به همین شکل یا به شکل تدوین شده تر، کوتاه شده روی فضای اینستاگرام قرار میدیم و در خدمت دوستان مخاطبان هستیم. خیلی ممنون از شما جناب شمیرانی و دوستان عزیز که تو این جلسه شرکت داشتن و هر سوالی دوستان داشتن میتونن تو صفحه در واقع من یا صفحه هفته بنویسن و در خدمتتون هستیم. حتما با کمال میل ان شاءالله در به صورت ماهانه موضوعات مختلف مسکن در استان اونتاریو رو ان شاءالله بتونیم بررسی بکنیم. من ممنونم از شما. خیلی خیلی توصیه میکنم به عزیزانی که دارن این لایف رو میبینن حتما به تورنتو فیوچر هوم که صفحه اینستاگرام آقای میرخلف هست سر بزنید. ویدیوهای آموزشی اونجا من مطمئنم که پشیمان نمیشید از دیدن اونها. اگر علاقمند هستین و سوال دارین خیلی از سوالها رو اونجا پاسخش رو پیدا میکنید. سپاسگزارم از شما و شب خوبی براتون آرزو میکنم. شب شما بخیر. خیلی ممنون. خدا نگهدار.